درود خدمت تمامی دانش آموزان عزیز. من سلیمانی هستم و توی این ویدیو آموزشی قصد دارم در مورد یکی دو مبحثی که توی کتاب فیزیک 12 ریاضی آورده شده صحبت کنم و بعد از اون یه سری نمونه سوال براتون حل کنم از این مبحث و امیدوارم که مطالب رو به خوبی یاد بگیرید و بتونید ازشون استفاده کنید. خب یکی از مباحثی که توی فیزیک 12 ریاضی به اون پرداخته شده بحث تداخل امواج هست که ما از یکی دو منظر اون رو بررسی میکنیم. نکته اولی که وجود داره اینه که پدیده‌ای داریم به اسم پدیده پراش یا تفرق. ببینید پدیده پراش یا تفرق پدیده‌ایه که وقتی یک موج داره عبور میکنه از یک مانع اتفاق میفته. البته نه هر مانعی، مانعی که ابعاد اون در ابعاد طول موج باشه در واقع باعث به وجود اومدن یک پراکندگی توی لبه های اون مانع میشه که موج ما رو پراکنده میکنه و باعث به وجود اومدن پدیده پراش میشه. به عنوان مثال همونجوری که داخل شکل مشخص هست، وقتی که ما یک مانعی رو در مقابل یک موج تخت قرار میدیم، همونجور که داخل شکل مشخص هست، موج ما دچار پراکندگی میشه، دچار یک سری خمیدگی هایی میشه و باعث تغییر رفتار موجمون میشه. خب به عنوان مثال برای اینکه بهتر درک کنیم مطلب رو، داخل شکل سمت چپ میبینیم که یک موج تخت رو تابوندیم به یک مانعی که در واقع یا یک روزنه‌ای که ابعاد این روزنه در بزرگتر از طول موجی هست که تابیده شده. خب همونجوری که داخل تصویر میبینید خیلی این موجه که در حال عبور هست دچار تغییر نشده، دچار پراکندگی نشده، ولی داخل شکل سمت راست میبینیم که وقتی یک موج رو داریم میتابونیم به یک روزنه‌ای که طول موجش در ابعاد طول موج اصلیمون هست، در واقع موجمون دچار پراکندگی میشه و بعد از عبور از این روزنه میبینیم که قشنگ این پراکندگی رو میتونیم به وضوح ببینیم و مثل این میمونه که این روزنه در واقع یک چشمه موج هست. برای اینکه موضوع رو بهتر درک کنیم من از تصاویر کتاب درسی براتون آوردم. مشخصه که داخل این تصاویر ببینید وقتی یک نور رو به یک تیغ در واقع تابوندیم، در لبه های این تیغ پدیده پراش یا تفرق یا پراکندگی به وضوح دیده میشه. داخل شکل سمت راست هم شکل 26 هم همین پدیده رو میبینیم وقتی یک سری موج تخت رو به یک روزنه میتابونیم و بعد از عبور از اون روزنه میبینیم که موج ما دچار پراکندگی شده و یک چشمه موج به وجود میاد. در حاشیه کتاب هم میتونید این مطلب رو بهتر درک کنید که وقتی روزنه یه خورده بزرگتر باشه، مثلا در ابعاد 3 لامدا باشه یا 1.5 برابر طول موج باشه، میبینیم که فرق میکنه توی اینکه پدیده پراش با چه شدتی رخ بده. دومین مطلبی که در اینجا به اون پرداخته شده بحث تداخل امواج هست. تداخل امواج رو وقتی میخوایم بررسی کنیم باید یک اصلی رو مورد بررسی قرار بدیم. اصل برهمنهی امواج. اصل برهمنهی امواج به ما میگه که وقتی دو تا موج به هم میرسن از همدیگه عبور میکنند بدون اینکه هیچ تغییری یا هیچ اثری روی همدیگه بذارن. فقط یک نکته وجود داره، وقتی که این امواج به هم میرسن تو اون نقطه‌ای که دقیقاً رو همدیگه میافتند ممکنه امواج همدیگه رو تقویت کنن یا تضعیف کنن، یا بگیم بهتره که اینجوری بگیم که یک موج جدیدی به وجود میاد که این موج جدید از جمع جبری دوتا موج. برای اینکه این موضوع رو بهتر متوجه بشیم دو تا شکل داریم. شکل سمت چپ رو نگاه کنید. تو این شکل در واقع یک موج داریم که در واقع دامنه اون هست آ و یک موج دیگه داریم دامنه اون هست 2آ. وقتی این دو دارن به سمت هم حرکت میکنن
در لحظه ای که به هم میرسن، چون جفت اونها قله هستند، وقتی به هم دیگه میرسن یه جورایی انگار یه موجی داریم در یک لحظه این اتفاق میفته که دامنه اون موج جمع جبری این دوتاست، یعنی جمع این دوتاست دیگه، 2A به علاوه آ 3A میشه و لحظه بعد این دوتا موج از هم عبور کردن و دقیقاً بدون که تأثیر روی هم بذارن با همون خصوصیاتی که داشتن ادامه مسیر میدن. اما اگر دو تا موج داشته باشیم که در واقع یکی از اونها طول موجش 2A باشه و یکی دیگه در واقع به صورت یک فرو رفتگی باشه، اینها یک تپ از موجمون هستند. وقتی این دو تا تپ یا این دو تا موج به هم دیگه میرسن، تو اون لحظه ای که دارن به هم میرسن این دوتا رو هم میافتن، چون دو تا آ به صورت قله هست و یه دونه آ به صورت دره. وقتی این دوتا رو با هم جمع میکنیم زور اونی که 2A بوده بیشتره، یه دونه آ هم به خاطر اون دره ازش کم میشه و در لحظه ای که به هم رسیدن در واقع ما یه دونه قله داریم به صورت آ. خب بعد از اون دوباره این دو از هم عبور میکنن و رد میشن بدون اینکه اتفاق خاصی براشون بیفته. خب بعضی وقتا وقتی که این دوتا موج به هم میرسن، وقتی که دوتا موج هم بسامد و هم دامنه در خلاف جهت به هم دیگه میرسن، یک موج جدیدی به وجود میاد که ما به اون میگیم موج ایستاده. موج ایستاده در کجا ما مشاهده میکنیم؟ توی تارها اونها رو مشاهده میکنیم، توی لوله های صوتی اونها رو مشاهده میکنیم. بذارید بهتر براتون توضیح بدم. ببینید وقتی که دو تا موج داریم، مثلا این دو تا موج سمت چپ رو دقت کنید. همونجوری که مشاهده میکنید یکی از موجها قله داره در ابتدا اینجا و یکی دیگه دره داره. خب اگر من عکس این دو موج رو گرفته باشم در این لحظه‌ای که وجود داره و این دوتا رو با هم جمع کنم، مشاهده میشه که این قله و این دره در واقع میتونیم بگیم یه جوری همدیگه رو خنثی میکنن، این دوتا قسمت همدیگه رو خنثی میکنن الی آخر. و وقتی این دوتا موج رو همدیگه قرار میدیم به صورت یک خط صاف در میان. در واقع یعنی دوتا موجی که داشتیم از بین رفته و در یک لحظه این اتفاق افتاده و ما به این میگیم تداخل ویرانگر، که در واقع یه جورایی دامنه ما صفر شده و در واقع هیچ نوسانی توی ذرات محیط اتفاق نمیفته در یک لحظه. اما دو تا موجی رو دقت کنید که هم دامنه و هم بسامد هستند و به سمت هم دارن حرکت میکنن. در یک لحظه که من تصویر این دو رو گرفتم مشاهده میشه که دو تا قله، دو تا دره، دو تا قله و دو تا دره دقیقاً رو هم میافتن و باعث میشن که یک موجی داشته باشم که دامنش 2 برابر باشه. به این موج میگیم موج ایستاده یا به این تداخل میگیم تداخل سازنده. خب برای اینکه بتونیم بپردازیم به بحث موج ایستاده، ببینید فرض کنید که ما یک تار داریم که دو انتهای اون بسته شده، فیکس شدن این دو طرف این تارها. من میتونم اگر یک هماهنگ داخل این ایجاد کنم یا با ضربه زدن یا با هر چیزی، وقتی یک تپ داخل این ایجاد کنم این تپ به انتها خورده و بر میگرده. توی بازگشت این که حالا من به صورت نقطه چین هم اینو نشون دادم، یه لحظه ممکنه یک موج ایستاده برای ما تشکیل بشه. یعنی ما دو تا موج داریم که هم بسامد و هم دامنه هستن و روی همدیگه میافتند و یک موج ایستاده برای ما تشکیل میشه. خب به اینی که در یه دونه شکم ایجاد میشه اصطلاحاً میگیم هماهنگ اصلی. دقت کنید که اگر طول نخی که من دارم این کار رو انجام میدم L باشه، طبیعتاً فاصله 2 گره متوالی لامدا دوم هست. دقت کنید که وقتی 2 گره داریم یک شکم ایجاد میشه. اینو به عنوان یه نکته بپذیرید، تعداد گره ها 1 فاز از تعداد شکم ها بیشتره.
اگر ما بتونیم یک موجی رو ایجاد کنیم که حالا به صورت تصویری این رو من بهتون نشون میدم که بهتر درک کنید که چطور ممکنه بین دو گرهی که ما فیکس کردیم همچین چیزی رو مشاهده کنیم. ببینید میتونیم حالتی رو ایجاد کنیم که 3 شکم وجود داره یا 4 گره وجود داره. طبیعتا اینجا هم فاصله 2 گره متواری لامدا دوم هست و چون 3 تا شکم ایجاد شده میگیم هماهنگ سوم. علت این که این رو نامگذاری میکنیم هماهنگ، بذارید حتما براتون توضیح خواهم داد. مشخصه که فاصله یک گره و یک شکم متوالی هست لامدا چهارم. مثلا اینجا اگر به عنوان شکم در نظر بگیریم فاصله این گره و این شکم هست لامدا چهارم. پس وقتی که ما دو تا موج داریم که هم بسامد و هم دامنه هستن، وقتی روی هم میافتن در یک لحظه خاص باعث به وجود آمدن یه نقطه هایی میشن به عنوان گره و باعث به وجود آمدن یه جاهایی میشن به عنوان شکم که داخل یک تاری که مثلا مثل تار ستار وقتی داره نواخته میشه این پدیده ها قابل مشاهده هست. اما اگر بخوایم از نظر روابط به این مسئله نگاه کنیم، اگر ما یک طنابی را داشته باشیم که به طول L باشه و ما این رو بین دو تا دیوار یا دو تا نقطه فیکس کرده باشیم، یعنی اینجاها رو محکم کرده باشیم و گره زده باشیم، خب اولین بسامد اصلیمون یا اولین هماهنگ اصلیمون یا تشدید اولمون به این صورت که فاصله دو گره هست لامدا دوم دیگه، اشاره کردیم فاصله دو گره متوالی لامدا دوم است. طول نخ هم چقدره؟ L هست. بنابراین در حالت هماهنگ اصلی یا حالت اول L برابر میشه با لامدا دوم. از اونجایی که V مساویه با لامدا F میتونیم بسامد اولیه رو، بسامد هماهنگ اولی یا بسامد هماهنگ اصلی رو محاسبه کنیم. علت این که ما بعدی ها رو هماهنگ نامگذاری میکنیم اینه که اونها مضرب صحیحی از این بسامد اصلی هستن. مثلا وقتی دو شکم داریم میشه 2V به روی 2L، یا اگر 3 تا شکم داشته باشیم بسامد هماهنگ سوم ما میشه 3V به روی 2L که رابطه بسامد هماهنگ انوم را میتونیم به این صورت بنویسیم و حتی رابطه طول موج و طول طناب رو میتونیم به این صورت بنویسیم که دقت کنید N شماره هماهنگ یا شماره شکم ها، تعداد شکم ها یا شماره تشدید هست. و این نکته هم به ذهن داریم که تندی انتشار موج توی تار برابر است با رادیکال F به روی میو که F نیروی کشش تار هست، میو چگالی خطی تار هست که یکای این هست کیلوگرم بر متر. خب برای اینکه بهتر این موضوع رو درک کنید من یک ویدیو کوچیک بهتون نشون میدم و برمیگردیم. خب اینجا با یک دستگاهی میخوایم بیایم هماهنگ ها رو ایجاد کنیم. دقت کنید که الان یک موج رفت داریم و یک موج برگشت. وقتی این دوتا رو همدیگه قرار میگیرن مشاهده میشه که الان اینجا ما 3 تا گره داریم و 2 شکم، در واقع هماهنگ دوم است. اگر من بیام در واقع تندی انتشار رو تغییر بدم، مشخصه که تعداد شکم ها هم در این طناب در واقع تغییر خواهد کرد. الان مشاهده میکنیم که 1 2 3 4 شکم و 5 گره اتفاق افتاده. در واقع موج رفت و موج برگشت ما در یه جاهایی به اسم این شکم ها رو هم دیگه قرار میگیرن و تشدید رخ میده که این در واقع پدیده است که ما به عنوان تداخل سازنده یا موج ایستاده میشناسیمش.
خب به کتاب درسی برگردیم. به نظرم که چند تا نکته رو هم از کتاب درسی بررسی کنیم. ببینید موج‌های ایستاده یا تداخل‌های سازنده و ویرانگر میتونن توی موج‌های آب هم، توی موج‌های روی سطح آب هم رخ بدن. همون جایی که مشاهده میکنید، البته تصویر اینجا بهتر داره نشون میده که بیشینه ها و کمینه ها، یعنی همون شکم ها و قله ها و دره ها و اون جاهایی که گره هست رو داخل تصویر میتونید ببینید. یکی دیگه از آزمایش هایی که این پدیده رو داره به خوبی به ما نشون میده، یعنی این پدیده هم برای تار نشون داده میشه، هم برای امواج صوتی نشون داده میشه، هم برای موج روی سطح آب، هم برای امواج الکترومغناطیسی. یعنی کلیت امواج میتونن تداخل سازنده و ویرانگر داشته باشن. یه آزمایش داریم به اسم آزمایش دو شکاف یانگ. میام یک نور یک چشمه رو از یک روزنه عبور میدیم و در واقع اون پراکندگی که اتفاق میفته باعث میشه انگار یک موج جدید داریم. موج جدید رو میام از 2 تا شکاف عبور میدم که این 2 شکاف برای چی میایم؟ اول این نکته مهمه که برای چی ما میایم از یه شکاف عبور میدیم، که در واقع نور با یک بسامد خاصی داشته باشیم. خب نور با یک بسامد خاص و مشخص رو میتابونیم به 2 تا روزنه. خب با این که داره از این روزنه ها عبور میکنه، پدیده پراش رخ میده و پراکندگی اتفاق میفته برای موجمون و باعث میشه انگاری ما 2 تا موج جدید داریم. خب این 2 تا موج جدید با هم تداخل میکنن، یه جاهایی ویرانگر، یه جاهایی سازنده هست. اون جاهایی که تاریک هست رو به عنوان تداخل ویرانگر میشناسیم و اون جاهایی که به صورت پررنگتر، یه نور پررنگتر داریم یا نوارهای پررنگتر داریم، به عنوان تداخل سازنده میشناسیمشون، که داخل شکل هم مشخص هست که نوارهای رنگی نقاطی که سازنده بوده و نقاطی که ویرانگر بوده به صورت نقاط تاریک مشاهده میشه. اما یکی از جاهای دیگه که پدیده این تداخل رو میتونیم بررسی کنیم داخل لوله های صوتی هست. من اگر بیام یک دیاپازون رو با زدن ضربه مرتعش کنم، باعث به وجود اومدن یک فرکانسی بشم، یک صدایی بشم. اگر این فرکانس رو به یک لوله انتهای بسته بتابونم، همونجوری که داخل تصویر مشخصه، انتهای اون لوله یک گره ایجاد میشه. دقت کنید که از اونجایی که امواج صوتی جزء امواج طولی هستن و نشون دادن امواج طولی یه مقدار سخت هست، ما میایم اینو به صورت همون امواج عرضی نشون میدیم. حواسمون باشه این نمایشی که داریم، شکم و دره و نقاطی که گره هستن، اینها نمایشی هست که برای موجهای عرضی استفاده میشه. ولی خب ما چون نمیتونیم امواج طولی رو به خوبی نمایش بدیم و سخت است این کار، بنابراین ما همون به صورت موج عرضی نشون میدیم. خب اگر این دیاپازون رو بتابونیم، هماهنگ اول اون به این صورت میشه که مشاهده میکنید، یه دونه شکم و یه دونه گره که فاصله یک گره و یک شکم متواری لامدا چهارم هست. هماهنگ دومش رو مشاهده میکنید که به این صورت هست. اگر همین رو به یک لوله باز بتابونیم، ببینید خب لوله انتها باز، شاید سوال پیش بیاد که این موج صوتی عبور میکنه و هیچیش بازتاب نمیشه که ما در واقع ببینیم که تداخل اتفاق میفته. با فرض این که تو این قسمتی که داره مرز ما عوض میشه، یعنی از این لوله صدا داره میاد بیرون، یه بخشی از اون عبور میکنه و یه بخشیش بازتاب میشه. اگر ما از بخش عبوری صرف نظر کنیم، موجی که رفته برگرده باعث تداخل میشه و یه جایی ممکنه تداخل سازنده و یه جایی ممکنه تداخل ویرانگر باشه، مثل این گره ها که این هماهنگ اولش هست و توی شکل پایین ما هماهنگ دومش رو میبینید. دقت کنید که این پدیده رو کجا میبینیم؟ توی سازهایی که
به صورت نی هستن یا خود نی یا خود فلوت، سازهای از این دست در واقع دارن از این پدیده استفاده میکنن و باعث به وجود اومدن یک صداهایی داخل این لوله ها میشه. نکات رو خیلی سریع سعی کردم که عرض کنم و در واقع برسیم به حل چند تا سوال. امیدوارم که مطالب رو به خوبی یاد گرفته باشید. اگر هر سوالی از این مبحث داشتید حتما برای من کامنت کنید، بپرسید. من ایمیلم هم قرار میدم که اگر سوالی بود حتما بهتون پاسخ خواهم داد. خب به حل چند تا سوال بپردازیم. این فایل این پی دی اف رو من حتما در اختیارتون میذارم. این فایل پی دی اف فایل های نمونه سوالی هست که یک گروهی از دبیران شهرستان گنبد کاووس زحمت کشیدن آماده کردن. من چند تا از سوال های این نمونه سوال رو به عنوان مثال براتون حل میکنم که با مثال های این بخشم بهتر آشنا بشید. خب مثال 70 گفته در یک تار دو سربسته موج ایستاده ایجاد میکنیم. اگر طول تار یعنی L 1.2 متر و تندی انتشار موج ارضی در آن یعنی V 240 متر بر ثانیه باشد، بسامد هماهنگ چهارم. هماهنگ چهارم یعنی همون n مساویه با 4. گفته که بسامدش چقدره. خب ببینید ما میدونیم که Fn هست NV به روی 2L. N ما که هست اینجا 4، V ما هست 240 و 2L یعنی 2 ضرب در 1.2 برابر میشه با 400 هرتز. به همین راحتی. شکل موج حاصل در هماهنگ چهارم تار را رسم کنید. خب ما میدونیم اگر یک تار داشته باشیم که دو طرفش بسته باشه، هماهنگ چهارم یعنی من باید اینو به صورتی رسم کنم که 4 تا شکم داشته باشه. پس من 3 تا گره این وسط میذارم و به این صورت، حالا اگر شکل رو خیلی خوب رسم کنیم به این صورت میتونیم هماهنگ چهارم رو رسم. سوال 71 گفته در تنابی با 2 انتهای ثابت موج ایستاده‌ای با 5 گره. دقت کنید که عرض کردم که تعداد گره از تعداد شکم‌ها یه دونه بیشتره. پس تعداد شکم‌های ما یا همون تعداد یا شماره هماهنگ ما میشه 4. اگر طول موج 20 سانتی متر باشد، لامدا 20 سانتی متر و سرعت انتشار موج در تناب V 300 متر بر ثانیه باشه، وضعیت نوسانی تناب رو رسم کنید. خب باید یک تنابی رو رسم کنم که داخل اون 4 تا شکم وجود داره که من اینجا اینو رسم کردم، نیاز نیست که مجددا رسمش کنیم. طول تناب چند سانتی متره؟ ببینید از اونجایی که لامدا رو بهمون داده، لامدای چندم رو بهمون داده، لامدای n مساوی با 4 رو بهمون داده. دقت کنید رابطه لامدا با طول تناب به این صورت بود 2L به روی n. الان لامدای 4 رو بهمون داده که 2L به روی 4 هست. لامدای 4 رو بهمون داده 20 سانتی متر، 20 مساویه با، اگر من این 2 رو با این 4 ساده کنم L دوم، پس L مساویه با 40 سانتی متر. بسامد اصلی این تناب. بسامد اصلی چه اتفاق می افتاد؟ یعنی شماره 1 باشه دیگه، n 1 رو میخواد. بسامد اصلی یعنی F1 رو میخواد. Fn برابر با NV به روی 2L. F1 رو خواسته یا بسامد اصلی یا بسامد هماهنگ اصلی رو خواسته، میشه V به روی 2L که V ما هست 300 متر بر ثانیه، 2 ضرب در L ما هم هست 40 سانتی متر یا 14. دقت کنید اینجا یه مساوی، اینجا تو این قسمت من لامدا رو بر حسب سانتی متر گذاشتم، پس L رو هم بر حسب سانتی متر به دست میارم. ولی وقتی توی رابطه بسامد میخوام استفاده کنم این رو، حتما حواسمون هست که یکای اصلی باید بذارم، بر حسب متر بذارم، که این هم جوابش مشخص و نوشته شده هست.
خب این مثال هم دقیقا مثل همون مثال هاست. 73 هم به همین منوال. من سال 74 رو براتون حل میکنم. گفته که شکل زیر تصویری از اسباب آزمایشی یا همون وسایل آزمایشی رو نشون میده که در آن تاری به طول 40 سانتی متر، یعنی طول تارمون هست 40 سانتی متر. این تار از یک سر به یک مولد نوسان و از سر دیگر به گیره متصل است و در آن 2 شکم دیده می شود. یعنی شماره هماهنگمون چنده؟ 2. این دقیقا همون وسیله‌ای که داخل تصویر هم دیدیم. گفته اگر تار تحت نیروی کشش 400 نیوتن باشه، چگالی خطیش هم این باشه، تندی انتشار موج ارضی در تار چند؟ تندی انتشار موج کلاً V مساویه با F تقسیم بر میو که F ما هست 400 تقسیم بر 100 جواب برابر با 200 متر بر ثانیه. این شکل هماهنگ چندم تار رو نشون میده. شماره تعداد شکم ها نشون دهنده تعداد هماهنگمونه یا شماره هماهنگمونه. دقت کنید که وقتی 2 تا شکم داریم شماره هماهنگمون هم 2 هست. پس هماهنگ شماره 2 هست. گفته بسامد اصلی این تار میتونید به این صورت بنویسید، میتونید n رو بذارید 1 و f1 رو به دست بیارید v تقسیم بر 2l. v مون که هست 200، 2 ضرب در l هم هست 0.4 متر. اینو اصلاح کنم که دچار اشتباه نشید. که فکر میکنم جواب این باشه 250 هرتز و اینجا فکر میکنم اشتباه نوشته شده که 2 ضرب در 4.8 2000 تقسیم بر 8 جواب میشه 250 هرتز که فکر میکنم اینجا اشتباه تایپی شده و اشتباه نوشته شده. خب من از این مثال ها هم میگذارم به عنوان تمرین برای شما باشه، چون دقیقاً نحوه حل اونها به همین صورتی است که حل کردیم. از این سوال هایی که شکل داره هم براتون یه دونه رو حل کنم. مثلا مثال 84 گفته شکل زیر موج ایستاده رو نشون میده که در یک تار 2 سربسته تشکیل شده. اگر تندی انتشار موج در تار یعنی V 270 متر بر ثانیه و طول موج حاصل یعنی لاندا 6 متر باشه، بسامد موج حاصل چند هرتز است؟ خب ما میدونیم که برای یک موج V مساویه با لاندا F رو خواستیم، پس میشه V تقسیم بر لاندا که 270 رو اگر تقسیم بر 6 کنیم 2700 تقسیم بر 6 450 هرتز خواهد شد. از این روش میتونید حل کنید، ولی خب روش همین از روابط خود موج تار 2 انتها بسته میتونیم استفاده کنیم. گفته طول تار رو به دست برید، چون لانداش رو دارم به راحتی میتونم ال رو محاسبه کنم. از اونجایی که لاندای n برابر بود با 2l تقسیم بر n، ببینید شماره هماهنگ ما میشد تعداد شکم ها دیگه 1 2 3، پس یعنی n ما اینجا چنده؟ 3. پس لاندای 3 مساویه با 2l تقسیم بر 3. لاندای 3 رو به همون داده دیگه، گفته طول موج حاصل چقدره؟ 6 دهمه. اینجا حواسمون باشه که لاندای 3، پس لاندای 3 میذارم f 3 به دست میاد. خب 6 دهم مساویه با 2l تقسیم بر 3 که l برابر میشه با 9 دهم متر. خب امیدوارم که مطالب رو به خوبی یاد گرفته باشید. هرچند من خیلی سریع سعی کردم که مطالب رو بگم، اگر گفتار من تند بود عذر میخوام. اگر سوالی، پرسشی، مشکلی توی این مبحث داشتید حتما توی کامنت ها از من بپرسید. ممنونم از همه شما.